اصلا جو نمیدم، ولی اینو بدونید که ویدیوهایی که قراره ببینید وحشتناکترین ویدیوهایی هستن که تو عمرتون دیدید. زنی که فروشنده عطر بوده آخر وقتش بوده و یه چند دقیقه دیگه میخواسته بره و خب اون یه مشتری میبینه و خوشحال میشه و سعی میکنه که این لحظات آخر رو بتونه یه چیزی بفروشه. اون با خوشحالی عطرهای مختلفی رو به مشتری نشون میده و که یهو همکارش از راه میرسه و وقتی زن رو میبینه به شدت شوکه میشه. cari konten gimana? Cowok sama cewek? Benar. Ini saya ada dua rekomendasi yang lain ya. Nah, kalau ini lebih segar, kalau yang ini lebih favorit untuk ceweknya ya. Jadi cowok untuk cewek. هیچ مشتری اونجا وجود نداشت و معلوم نیست که داشت با کی حرف میزد و همونطور که دیدید همکارش اومد و گفت چی کار میکنی؟ و ببینید زمانی که همکاره اومد پیش زنه و گفت چی کار میکنی، زنه کلاً شوکه شد و انگار تازه از خواب بلند شده و سردرگمه. یه نظریه وجود داره که میگه اون ممکنه جن زده شده و یعنی توی اون موقعیت تحت کنترل یه روحی بوده. حالا این یه نظریه است دیگه، تئوریه. شما چی فکر میکنید؟ حتما بگید. این ویدیو خیلی واقعا عجیب بود. فرض کن رفتی باشگاه و اون زمانی که توی باشگاهی هیچ کسی داخل وجود نداره و یه اتفاقی واسط میفته که هیچ کسی باور نمیکنه و تنها کسی که باور کرد دوربین مدار بسته بود. Chalo, ahí, mira eso, mira eso. Uy, ¿eso qué pasó? ¿Por qué eso se Y mueve? esa vaina es pesadísima, eso es pesadísimo. ¿Sí? Sí, parece eso es una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. Sí, yo sé Eso que- no es normal, no. صاحب باشگاه بعد دیدن این ویدیو به شدت شوکه شد. صاحب باشگاه به تمامی افراد داخل باشگاه پیام میده و میگه اگه کسی اتفاق شبیه به این رو تجربه کرده بگی و کم کم افراد یه چیزایی لو دادن. یه زنه گفت که وقتی پشت ترد میله صدای قدمای سریع پشت سرش میشنوه و یکی دیگه که قدیمی اونجا بوده میگه که اینجا یه انباری وجود داشته که اونجا آتیش گرفته و باعث شده چند نفر از دنیا برن و میگه ممکنه اونجا توسط این افراد تسخیر شده. یه زنی نصف شب توی اتاقش بوده که یهو متوجه چیزی از پشت پنجره خونش میشه. وقتی نزدیک پنجره میشه چیزی میبینه که تا مرز سکته میره و سریع گوشیشو بر میداره و این ویدیو رو میگیره. درسته، همونطور که دیدید پشت خونه یه موجودی عجیب و سیاه و دراز ایستاده و انگار به این زل زده و میره اون طرف و همسایه میاد بیرون و نگاه میندازه و میره. ولی اینجا ترسناک میشه که یهو اون موجود انگار دستش رو باز میکنه و میاد جلو و متاسفانه ویدیو یهو قطع میشه. اون صبح روز بعد برای بررسی میره بیرون. Okay guys, my neighbors aren't home, but as you can see, there's no Halloween decoration. So, it wasn't that. مردی به تازگی وارد آپارتمان جدید شده. یه مدت که اونجا میمونه اتفاقی براش میفته که خیلی اهمیت نمیده، مثل صداها و از این چیزا. اوضاع روز به روز وخیمتر و وخیمتر میشه تا اینکه اون بالاخره متوجه شد واقعا موجودی داخل خونه وجود داره. گوشیشو بر میداره و این ویدیو رو ضبط میکنه. All right. Let's investigate. All right.
I just want to let you guys know, like, I'm home alone. There's nobody here. Whoa, okay. ترسناک‌تر از همه اون بخششه که یهو میکوبه به در، انگار پدرکشتگی داره 20 تا. دیگه نمیدونم چی بگم و ویدیو هی داره ترسناک‌تر میشه. پس نزن ویدیوی بعدی. مردی به نام داستین سالهاست که توی یه هتل کار میکنه و اون هتل توی بالای کوههای آپالاچی هست که احتمالاً اسمش رو شنیدید، که این منطقه به خاطر اتفاقات ترسناکی که براش میفته مرموز و من فکر میکنم قبلا چند تا ویدیو ازش گذاشتم. خب این شخص یعنی داستین روک بگم به اتفاقات وحشتناک عادت کرده، ولی این یکی از همه اتفاقاتی که تا الان افتاده وحشتناکتر بوده. Okay, so I'm just sitting here watching Scooby-Doo, you know. It has been storming on and off all night. You can see there is nothing standing over here, right? But look. Like, this is me. The satellite went out because of the storms, so it wasn't working on the TV anyways. And like, but there's nothing there. And like, I turned. چی بگم؟ مگه از این ترسناک‌ترم داریم؟ همونطور که دیدید یه موجودی هی نزدیکش میشد و وقتی زیاد نزدیک شد پا به فرار گذاشت. و شما بگید اگه ویدیوی دیگر رو کامنت نمیذارید حداقل این یکی رو بگید واقعی بود یا نه. دنبال جوابشم. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده پیشنهاد میکنم چنل سابسکرایب کنید، چون ویدیوهایی که داخل این چنل آپلود میشه جدیدن و واقعا ترسناکن. پس بریم بعدی. دمت گرم. جو نمیدم ولی این یکی واقعا ترسناکه. ببینید من یه احتمال میدم که این ویدیو 100% واقعیه. 100% هم که نه 99% واقعیه، که اون 1% هم حالا خیلی دیده نمیشه. و به خاطر این میگم که اون ویدیو توی آینه است، یعنی اتفاقات تو حال آینه رقم میخوره، که همونطور که میدونه تئوری وجود داره که میگن آینه ها ورود دریچه موجودات ماوراییه. Honey, what is that? Oh Okay, my God. God. Oh my God. Okay, Oh my okay. God. Oh my God. Let me go look. These are the new closet doors, guys. The new closet doors that we just installed. Oh my God. Okay. Nothing. Nothing in the closet. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Be careful. No. درسته اون آینه میلرزه. مرد شجاعتش رو جمع میکنه و میره سمت در، ولی وقتی در رو باز میکنه هیچ چیزی اونجا وجود نداره. اون همه جا رو میگرده ولی هیچ چیزی وجود نداره. اگه شما جای اون مرد بودید چی کار میکردید؟ ویدیو با لرزش شروع میشه. مرد ترسیده و نفس میزنه. روی زمین چند تا تیکه کاغذه که انگار یه چیزی یا کسی دیوونه اونا رو پاره کرده. جو سنگینه و این دقیقاً ویدیویی هست که شما رو میترسونه.
مردی متاسفانه همسرش از دنیا رفته ولی روحش هنوز توی خونه است. اون مرد میگه که اتفاقاتی براش میفته که مطمئن روح همسرش داخل خونه وجود داره و برای اینکه مطمئن تر بشه و بقیه رو قانع کنه یه دوربین توی حال خونهش میذاره. و بریم ویدیویی که ضبط کرده رو ببینیم. حالا متاسفانه فقط این ویدیو تونسته بگیره و بقیه‌شو نمیدونم چرا نتونسته. اون میگه که دور و بر خونه‌اش بازسازی‌هایی انجام داده ولی مثل اینکه زنش راضی نیست که روح میاد. اون میگه که بعضی شبا یه عطر اون توی اتاق میاد در حالی که اون عطر سال‌هاست خالیه. من نمیدونم بگم ترسناکه یا غم انگیز. ولی خب علاوه بر اینا میگه که وسایل زیاد جابجا میشن و صدای خیلی عجیبی میاد. حالا معلوم نیست که واقعا روح اون زن توی خونشه. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده پیشنهاد میکنم این ویدیو رو لایک کنید و این دوتا ویدیو میاد که میتونید ببینید که ویدیوهای خیلی خفن و ترسناکه. عشق من دوتا ویدیویی. خدا نگهدار.